دیگه فالبینی از طریق عیافت است. عیافت در لغت به معنای بدبینی و کراهیت و شمگیری هست و در اصطلاح چی است؟ شمگیری با نامها، صداها و حرکتهای پرنده ها می باشه. همین عیافت هم توسط پرنده ها هست. اینالی چی است؟ که مثلا صدای پرنده ها را شوم میگیره. مثلا یک پرنده که آمد پیش خانهشان، او توتک آمده ولی کدام خبر چیز آورده، غمناک برای ما آورده. او بیچاره، او توتک بیچاره البته گشنه است یا از گشنگی میموره، آمده کدام داره برش گندم بندم کس پرته، او را صفت علم غیب برزی میده. فهمیدی؟ یعنی مشکل همین است که بر از او پرنده صفت علم غیب میده که حالا خبر غیبی را خبر داره که سر ما غم میایه. این والا سر ما غم میایه. چرا غم میایه؟ این ددان کلکین ما چیز شیشته بود، تو تک شیشته بود. اینی که کلمات کفری است، شرکی است. عن قبیسة ابن مخارق انه سمع النبی صلی الله علیه و سلم یقول العیافة والطیرة والطرق من الجبت. بازو میگه که این عیافت شمگیری پرنده ها، و طیره و فالبینی توسط پرنده ها، و طرق خط کشیدن بر روی زمین که خط میکشی و بازی چی میشه؟ این بازی خطا را میکشه. میگه این تو چی میشه؟ میگه من الجبتی از شیطان است. حالا خطای قسمی میکشه، ولی اگه خط تو آمد تو جنتی سی، اگه خطی طرف رفت دوزخی سی، اگه دست تو بودی چی از کلش چی از چیزای چی از